باش افتاد الان. آره داشت شرمندتم به خدا. فکر کنم تازه اینجا اومدی کوچولو. آره داشت. ببین حالا دیگه همو میشناسیم، از این به بعد با نیلوفر زن داداشت درست حرف میزنی، فهمیدی؟ رو چشم داداش. هی نبینم بهش بی احترامی کنی. حل داداش چشمایی. به تو چه؟ اصلا چرا تو کار من دخالت میکنی؟ باید مداخله کنم. هی نفس کش، هیچ کس نمیتونه با زن من بد حرف بزنه. نیلوفر عکس امام تو روزنامه هست؟ یه لحظه بذار ببینم. باشه ببین، حتما تیتر اول روزنامه ای. نیلو ببین همینجوری که گفتم تیتر اول روزنامه شدیم. من میخواستم تو رو با اون آرایشگره بکشم بعد تیتر اول روزنامه بشه. که نشد. نیلوم هنوزم داری به این چیزا فکر میکنی؟ ببین ما معروف شدیم، یکم فکر کن. قرعه به نام ما افتاده، خدا میدونه چند نفر رو میتونیم اون بیرون تلکه کنیم. ببخشید اشتباه لفظی بود، یعنی میخوام تجارت کنیم. منظورم اینه که با این خبر میتونیم دنیا رو تکون بدیم. خوش خیال. ساکت شو. نزن زشته. شاید یه دختر خوب باشه، شاید قلبش ثروتمند باشه. نباید این حرفا رو بگیم. مثلا وقتی من و بتول آشنا شدیم، بتول تو جهیزیه فروشی کار میکرد. به جوونی ما نگاه نکن، 30 سال با همیم. چی؟ بگو که اینطور. چه جالب. مامان تو جهیزی فروشی کار میکردی؟ فکر کنم بابا اومده بود برای یه دختر دیگه خرید کنه که تو سورش کردی. خیلی چاق میشه عزیزم، از این چاق‌تر بشی که. خیلی ببخشین پدر جون مادر جون، من میرم که زیاد نخورم تا چاق نشم. آی فیلیپ جون نرو. بازم اشتباه برداشت کردی. فیلیپ جون دختر خوشگلم. آی ولش کن بابا، بذار بره. آفرین ایدول، آفرین. من اینجوری محبت مادری رو کشت میکنم تو عوض این که براش آب بدی میزنی از ریشه خرابش میکنی. بی خیال مامان نگو، اصلا نمیخواد به من مامان بگی. همین الان برو نازشو بخر. نازشو بخره. آره خب نازشو بخر. باشه مامان. فکرتم همکاری کرد نتونست یلدیز خانم آروم کنه و از همه مهمتر اینه که آقا آنور تا هنوز به پیلینسا چیزی نگفته. در نتیجه به نظر من به زودی دعوا و درگیری خانواده شد. یه لحظه چی گفتی؟ اونور هنوزم با پیلینسا حرف نزده؟ تا جایی که من میدونم نه، تا هنوز بهش چیزی نگفته. چطوری نگفته؟ اینا احمقن، از احمقم بدترن. خب بگو الان چی کار میکنن؟ چند دقیقه قبل رفتن بیرون دیدن خانم اسنپیرن، میخوان عقد اونا رو جلو بندازن. چقدر خوب. پس منم همین الان میرم اونجا. جوریشم دیگه بومی که شما رو پیدا میکنه قول میدم تا با حرفاش پدرمو در نیاره، دست از سر کچلم بر نداره. چی شده؟ کجا با این عجله؟ زنمو خیلی سرم شلوغه. مواظب خودت باش عزیزم. برو عمو جون، موفق باش. سلامت باشین، خداحافظ. سلام، چطوری؟ طبق معمول چه تصادف قشنگ. وای آبجی، خداییش چه تصادف. راستی لاله، حواست باشه حلقه ارزون نخری یا باشه. ساکت شو. خواهر منه. قرعم قرعه حلقه باید عالی باشه، گرون باشه، سنگش هم باید الماس باشه. از این جنسای چینی